کوههای مریخی چابهار. نام کوههایی با ساختار و شکل ویژه در فاصله 40 تا 50 کیلومتری بعد از شهر چابهار در مسیر گوات در سمت چپ جاده است که به دلیل نوع و وضعیت فرسایش گونه و رسوب خاصی اشکالی شبیه به آماری سطح مریخی دارد. رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران، دریایی، سخت‌پوستان و ماهی‌ها به همراه ماسه و خاک رس مواد اصلی تشکیل دهنده رسوبات این کوه است. کوههای مریخی در واقع تقریباً از 35 کیلومتری خاور چابهار آغاز می‌شوند و 10 کیلومتر به سمت شرق امتداد می‌یابند. آفشان‌های صخره‌ای چابهار. آفشان‌های صخره‌ای چابهار در واقع از چه فصلی شروع به فعالیت می‌کنند؟ همه می‌دانیم آفشان‌های مشفشان‌ها در فصل مونسون شروع به فعالیت می‌کنند. این فصل که به وزیدن نسیم‌های بهاری شهرت دارد، علاوه بر خنک کردن هوا در چابهار موجب بارش باران و صد البته ایجاد پدیده‌های منحصر به فرد آبفشان و موجفشان در سواحل صخره‌ای اقیانوس می‌شود. اسکله صیادی بریس. بندر ماهیگیری بریس. بندر ماهیگیری بریس یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتیاری و بزرگترین روستای استان سیستان بلوچستان است. بریس با مرکز شهرستان یعنی شهر نگور 44 کیلومتری فاصله دارد. دین و فرهنگ شهرستان چابهار. مردم شهرستان چابهار به گویش بلوچی، جدگالی، کنارکی، تیسی، دشتیاری و باقلاتی صحبت می‌کنند. اکثریت ساکنین این منطقه تسنن و حنفی و مذهبی هستند. بلوک بازار یا بازار زرگران. بازار چابهار. بازارگردی همیشه جذابه. حتی اگه هر روز تو بازار پرسی بزنی حتما چیز خاصی چشمتو میگیره و میخری. و اگه این بازار سنتی چابهار باشه که دیگه نور علاوه نوره، حتما در هر فصل سال برین بازار. گردشگرای داخلی و خارجی رو میبینید که دارن کنجکاوانه نگاه میکنن و مشغول قدم زدن و خرید کردن هستن. ما هم شما را به بازار زرگران دعوت میکنیم. تالاب صورتی لیپار. تالاب لیپار که به تالاب صورتی نیز معروف است، یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد طبیعی کرانه دریای عمان است
که فقط 4 نمونه مشابه از آن در جهان وجود دارد.